یک خاطره بسیار قشنگی که یک عزیز برای من تعریف کرد برای شما بیان میکنم. یک جوانی آه سردی کشید، گفت بیا بریم کنار توضیح بدم. رفتم کنار، گفت من یک جوانی بودم که در کنار منقل و باپورها عربده میکشیدم و سر چهارراه ها به زور میخواستم تو دل مردم جایی پیدا کنم و مردم منو خوب بفهمند. انقدر پست شده بودم و رذیل شده بودم که پدر و مادرم منو تحمل نکردن، از خونه پرت کردن بیرون. یک شبی میگه هوا سرد شده بود، من توی یک جوبی دیگه سرمست و خمار افتاده بودم و هیچی حالیم نبود. هوا یکم سرد شد، دیگه تاب نیاوردم تو این هوای سرد. خدایا چه کنم، کجا برم، جایی ندارم، کسی رو برای خودم نگذاشتم. پشت سر نگاه میکنم، همه رو باختم، زنم از دست دادم، بچه‌رم از دست دادم، شغلم از دست دادم، آبروم از دست دادم، پدرم از دست دادم، مادرم از دست دادم، رفیقی هم برام نمونده، کسی جواب سلامم نمیده. کجا برم خدایا؟ تمام پلای پشت سرم خراب کردم، جا ندارم. اما این سرما دیگه نمیتونست رو من فشار آورده است. گفتن تنها جایی که امشب میتونه منو تحمل بکنه خب مادر منه، اسطوره محبت. اگر او منو جا داد تو خونه، شاید جای دیگه جایی نیست. میدونستم که بابامم احتمال داره امشب خانه نباشه. رفتم با کمال ناامیدی، شاید مادر منو تحمل بکنه. رفتم دم خانه در زدم، مادر اومد دم در. کیه؟ فلانیم. با همون صدایی که یک معتاد داره، میگه صدای پر لرز و پر استرسی هم که باش قاطی شده بود. گفتم منم مادر. تا در رو باز کرد و این جوانی به باد رفته من، صورت ترک خورده من، کمر بالاخره خمیده من، این حالت رو که دید آهی کشید مادرم و من با یک حالتی نگاه کرد. گفت تویی؟ گفتم بله. چی میخوای مادر؟ چیزی برای ما نگذاشتی، برو تو رو به خدا. تو رو میبینم مثل یک کشاورزی که حاصل زندگیش تگرگ زده و همه کشاورزیش از بین رفته، سر زمینش باید بشینه گریه بکنه. تویی که حاصل زندگی من بودی، تو رو که میبینم همین حالت به من دست میده. برو قلمو تازه نکن، برو نمک رو زخمم نپاش، برو هر جا دوست داری برو دست از سرم بردار. گفتم مادر به خدا بیرون برم هوا سرده میمیرم، امشب منو یک جایی تحمل کن. مادر دیگه حتی تعارف خونم نکرد، در وا گذاشت رفت تو. میگه منم پشت سر مادر شرمنده رفتم تو. مادر برای من چای درست کرد. دیگه حرفی نیست که بزنیم، چیزی نمونده برای گفتن. مادر زیر چشمی به من نگاه میکرد و آه میکشید و اشک میریخت. منم به مادر نگاه میکردم و با خودم میگفتم کاش این زمین شقی بخوره، من برم زمین و دیگه نباشم اصلا تو زمین. از خودم بیزار بودم. چه کردم با این مادر بیچاره؟ چه کردم با این احساسات پاک این مادر که باید زیر سایه من امروز مینشست و استراحت میکرد؟ من باش چه کار کردم؟ به هر حال استکان چای دستم بود. یک مرتبه زنگ خانه صدا کرد. مادر گفت پدرته. وای به حالت، امشب فکر نکنم که بالاخره جایی داشته باشی. رفت در رو باز کرد، دید بله پدر آمد تو. پدر خسته از سر کار آمده، بالاخره نیاز داره که کانون خانوادهشو گرم ببینه، نیاز به اینه که بچهشو ببینه و خستگی از برداشته بشه. آمد تو تا منو دید، فوراً در رو کوبید، گفت این فلان فلان رو کی تو خانه را داده؟ گفتم پدر بچه‌تم، میمیرم به خدا. گفت بمیر بهتره. بعد به من گفت اون سگ دم در خانه ما امشب اینجا جا داره، تو اینجا جا نداری، گم شو برو بیرون. میگه منو پرت کرد بیرون. آمدم بیرون. یا الله، تو زمین خدا و تو زیر آسمان خدا، خدا یک وجب جا برای من گیر نمیاد. چه کردم با خودم؟ تو این لحظه میگه اون فطرت خداجویی من یک تکان خورد. با خدای خودم شروع به حرف زدن کردم. برای اولین دفعه تو زندگی خدا گفتم. برای اولین دفعه تو زندگی با یک دل شکسته و
دیدم که برق یک مسجد روشنه.